تاجیکستان بپیش بپیش بپیش. سه گاو به یکدیگر زندگی میکردند. یک جایه بودن، دوست بودن، رفیق بودن، برادر بودن. یکی از اونها گاوی سفید بود، دیگرش گاوی علا میگیم سفید سیاه و سومیش گاوی سفید بود. سفید سیاه علا بلا میگن. خلاصه هر سه همی گاوا با یکدیگر در تمام جای یکدیگر قطعی سفر میکردن و میچریدن، خلاصه سیرگشت میکردن. و بزید این گاوها یک گرگ بود، یک گرگ گرسنه بود که دائم کوشش تلاش شمی بود که همین گاوا را بخوره. هر وقتی که حمله میکرد همین سه گاو یک جایه شده او را سر شاخ میکردند، یعنی حمایت از یکدیگرش میکردند. و هر وقتی هم که حمله میکرد شکست میخورد گرگ. بالاخره یک روز ایستاد، فکر کرد، گفت که من باید یک راه پیدا بکنم که موفق بشم در خوردن همی گاوا. همون فکری را که ما و شما نمیکنیمش، یا اینکه همون بیفکری را که ولی او گاوا میکنن ما و شما کردگی هستیم ملکه. خلاصه یک روز به نیت حمله نه بلکه به نیت صلح نزدیک می شود، به دعوای صلح. میگه که بیاین من دیگه به شما حمله نمی کنم، صلح بین ما مرا بگذارین که من نزدیک بشم به شما صحبت داشته باشم. خلاصه اجازتش میکنن. اولین خطاگیه که آنها صادر میکنن و گاوا صادر میکنن، او را اجازت میتین که نزدیک بشه. اما خطاگیه که ما و شما کردگی هستیم که 27 سال اجازت دادیم رحمان و فقیه حکومت بکنن. خلاصه گرگ نزدیک میشه، میگه که ببینین چند سال است که من در کوشش تلاشی از بین بردن شما هستم، در کوشش تلاش خوردن شما هستم، اما شما 3 نفر که هستین مرا نمیگذارین و زوری من نمیرسه که من شما را بخورم. بیا مرم همراهتان بگیرین، برای من از خوردن شما بهتر این است که همراه شما باشم، به خطر میگردم، با قوت میشم. چی میشه که مرا همراه اختان بگیرین؟ شما شاخ دارین، من دندان دارم، 4 نفر میشیم، با قوت میشیم. گاوها درست فکر نمیکنن، بین یک دیگر مصلحت میکنن، میگه همین راست میگه آخی 4 نفر بشیم با قوتر. اجازتش میتین که در بین اونا داخل بشوه. همون اجازتی که ما دادیم که رحمانوف هر انتخابات ده بازم میگذره، خاموش میستیم. خلاصه بعد از گذشت چند وقت یک شو طرف گاوی سیاه و گاوی علا میگه که امی حاضر اولی بهار است، تمام جانورا گرسنه هستند و برای همه یک خطر موجود است. در این شبهای تاریک مثلا ما 3 نفر میتونیم که در تاریکی شب در چشم مردم نخوریم، اما همی گاوی سفید در همی شویرم دیاره، در همی شویرم این گاوی سفید دیده می شود. از روی این جان ما و شما در خطر میگه. میره ببینین همه میبیننش در همی شوی. بعد نگاه میکنن این 2 گاوی دیگر میگن که راست میگوی، چی باید کنیم؟ میگه که انا می چیز مرام فکر کرده استم. یک کمی میسته فکر میکنه، میگه که برای من اجازت میتین من همیره میخرم، هم شکمی ما سیر میشوه، هم جان ما و شما در امین است. این گاوا فکر میکنن، میگن که راست میگوی، بخرم این گاوا.
مثل که در تاجیکستان امام علی رحمانوف تهمت بالای هر مخالف و هر صاحب کار میزنه و ما و شما خاموش میستیم، میگیم که راست میگه ای فلانی مثلا نرک بیزنس بود، فلانیش یک نمیدونم اگنتی فلان دولت بود، فلانیش وطن فروش بود، فلانیش خائن بود، خیلی مونیده همین گرگ بخرش. اجازت میتیم میبره زندان میکنه، میزنه میکشه، بر تهمت های گوناگون از بین میبره همراه های ما و شما را. خلاصه او گاو میخره، میماند دو گاو. در زمستان است، بعد از گذشت 1 سال زمستان همه جا سفیده، گاوی سیاه ماندگی است، گاوی اله. فریاد میکنه گاوی اله را، میگه که گوش کن. او نگاه که اوست میگه اما گاوی سیاه دیدی؟ میگه نگاه که میگه ایامی دوری را میبینی در چشم میخره. میگه بله درست همین خیلی. پس میگه جانی ما و تو در خطر. میگه وقتی که او گاوی اله را گاوی سیاه هم میبینن، حاضی زمستان های مردم چیزی نمیوان بخرن دیگر جانورا. ما و تو را کو نمیبینن، نه که او را میبینن. برای من اجازت بده، میگه که من همین گاو بخرم، هم اشکم مسیر میشه، میگه هم جان من در ایمینه. اجازهش میتیه او گاو میخره. همین که او گاو از بین میروه، بعد از گذشت چند وقت با شکمش که گشنه میشوه، میگه خودت الکی میگه درک کردگی سنی گاوی اله. او وقتی که احساسی خطر میکنه گاوی اله، مثلا بعضن جاها به سرش داد میزنه، بعضن جاها مثلا سطر حجابش میکشه میگیره، بعضن جاها کارخانهش از دستش میگیره. بعد گاوی اله فکر میکنه، میگه که میگه کاش که همو دو رفیقم همراه هم میبودن، امروز به مصیبت ها دچار نمیشیدم. بعد یک روزی که گشنه میمونه، میگه که احساس کردی چی گپی داری بین؟ میگه بله. میگه میدونی حاجمت را چی کار میکنم؟ میگه بله تو مرا میخری. میگه اما میگه تو مرا انمو زمان خورده بودی که امو گاوی سفیده، میگه اولین بار خوردی. دیگه اگه میگه من هیچی گفته نمیتونم، میدان ایتای بخه. میگه امروز متاسفانه ما و شما در انمو روز قرار داریم، اما این چیز ما و شما اصلاح کرده میتونیم. من برای کسی نمیگم که آسان است، مشکل است. با وجود این مشکل بدنش بیاین ما و شما همین مشکلی را به دوش خود بگیریم و خودمون از همین ظلم آینده، نسل آینده را از این ظلم نجات بدیم. باقی در امان خدا باشین. انشاءالله که در خدمت هر یک کدام شما شهروندای تاجیکستان خواهیم بود. با ما باشین و ما در خدمت شما هستیم. بی‌طرف نباشین، بی‌طرفی بی‌شرفی ما و شما است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.